خب سلام دوستان عزیز پارسلو، با شما هستم با یک درس جدید. خیلی هم جدید نیست به خاطر اینکه میخوام صفات رو توی حالت چهارم بررسی کنم. ببینید شما تو فارسی میگید که من یه سیب قرمز دارم، بعد میگید که من 2 سیب قرمز دارم و من 3 سیب قرمز دارم یا من خیلی سیب قرمز دارم. پس در همه حالت شما از همون قرمز استفاده میکنید. توی زبان اسلوونیایی اینطور نیست و در واقع صفت توی هر کدوم از این حالت ها یا سکلون ها عوض میشه. توی حالت پرویسکلون یا همون ایمنووالنیک براتون گفتم یا نومیناتیو براتون گفتم که دقیقاً از اسم تبعیت میکنه. یعنی اگه از هیشا میشه لپا هیشا، خونه زیبا. اگه باشه 2 میشه پس لپی هیشی، اگه باشه چند تا لپ هیشه. خب اگر بودش مثلا ستو، خب مثلا لپ ستو، یه دونه صندلی قشنگ، خب لپاستولا و لپی استولی. خیلی خوب. حالا اگر بیاد توی حالت سردنیسپول باشه، مثلا میگم که لپو اوکنو، لپی اوکنی و لپا اوکنو. اما توی این حالت بعضیاشون تغییر میکنن. این تقریبا توی پرویس کلون و چترتیس کلون یکی هن، فقط بعضیاش فرق میکنه. ببینید وقتی که شما مهمترینش چیه؟ مهمترینش اینه که وقتی که شما راجع به مفرد مذکر صحبت میکنید، پایانش میخوایم ببینیم که به چه شکل تغییر میکنه. یه موقع هستش میگم اون ایما چاسوپیس، خب اون یک روزنامه داره و میگم روزنامه جدید داره، اون ایما نو چاسوپیس. پس همونه دیگه، یک صفتی اومد از اسمش بعدش تبعیت کرد. می ایمامو چای، خب می ایمامو مثلا وروچ چای، وروچ یا اوروچ هم میشنوید، این یعنی گرم. خیلی خوب. پس توی این 2 حالت هیچ تغییری نکرد. ولی اگه من مثلا یک سگ جدید داشته باشم، یازیمام وقت میگم نووگا پسا، یازیمام نووگا پسا. این اگا آ وقتی میاد که شما دارین درباره یک جاندار حرف میزنید و اون شامل یک صفت شده. مثلا شما یه سگ قشنگ دارید، یه سگ جدید رفتید گرفتید، هرچی. پس یازیمام نووگا پسا. حالا تی ایماش فانتا. حالا مثلا تی ایماش ملادگا فانتا. ملات هم ملات ملاد نیست، ملادگا فانتا، ملادگا فانتا. این میشه چی؟ تی ایماش ملادگا فانتا. این به معنی نظر تو یک حالا پسر جوان، دوست پسر در واقع سنی کم داری. پس تی ایماش ملادگا فانتا. چرا شد اینجا نووگا پسا یا ملادگا فانتا؟ به این دلیل که اینها صفت بودن قبل از اسم مذکر توی حالت مفعول مستقیم چترتیس کلون قرار گرفتن. این یه نکته. نکته دوم اینه که بعداً مثلا شما یاد میگیرین دارین تلفن میزنین، میگین که من میتونم با مثلا آقای به طور مثال پیتر نوواک صحبت کنم. در این صورت پیتر نوواک میشه اسم فامیل اون شخص، اون شامل این حالت نمیشه، هر دوش آ میگیره ها. پس میگین که مثلا فرض کنیم که حالا گودوبیم پترا نوواکا. در این صورت هر دو شد آ. این اگا وقتی که فقط صفته. فقط این توجه کنید تو تمرین بچه ها خیلی اشتباه میکنن. نکته بعدی اینه که خب حالا شما ازم پرسین وقتی که این صفت گرفت مثلا توی این حالت اومد چه دیگه؟ این همونجوری میمونه بچه ها، فرقی نمیکنه. توی حالت منوژینا هم که به همون شکله. حالا یه دقیقه مثالش هم ببینیم. مثلا یاز ایمام پسه، من چند تا سگ دارم. خب یاز ایمام مثلا نو و پسه ها، این هم چند تا سگ هستش. وقتی که من میگم یاز ایمام نو و پسه، اگه ما اینجا مثلا بگیم چند تا سگ، یاز ایمام نو و پسه ها، پس اینها همون از صفت از اسم تبعیت کردش، تغییر نمیکنه. اون ایمام مثلا
9 چاسوپیس. پس در این حالت هم باز این اومد این چاسوپیس اینجا تبعیت کرد از حالت جمع مذکرم. درست شد؟ پس فرقی نمیکنه. خب پس اینجا میبینید که هیچ تفاوتی نخواهد کرد. یازیمام 9 پسه از همین تبعیت کرد و این هم در واقع اون ایما 9 چاسوپیسه که باز از همین حالت تبعیت کرد. خب توی بقیه موارد هم همینطوره، یعنی اگر که ما برای مؤنث داشته باشیم باز هم عیناً از اسم تبعیت میکنه که براتون یه مثال میگم. خب ببینید اینم مثاله. مثلا اگه که من مفرد مؤنث داشته باشم یازیمام پومارانچو، یازیمام مثلا اورانژو پومارانچو، یه در واقع پرتقال نارنجی دارم و تیماش پونسو، تیماش لپو پونسو ها. تو یه دوست دختر خوشگل داری، یعنی میتونه دختر خوشگل هم باشه. خب بس تیماش لپو پونسو. پس اینجا توی هر دو موارد میبینید که صفت و اسم کاملا این حالت تبعیت رو دارن. توی فرم خنثی هم همینطوره، فقط یه نکته‌ای داره که اون الان براتون میگم. خب بچه ها ببینید داریم درباره صفت حرف میزنیم دیگه، درسته؟ توی مفرد خنثی اگر که ما از یک صفتی استفاده کنیم که اون صفت به یکی از این حروفی که می نویسم ختم بشه، پس اون صفت بیاد به یکی از این حروف ختم بشه. ц، ی، چ، ش و ژ. خب ц، ی، ц، چ، ی، ش، ژ. پس اگه به یکی از این 5 حرف ختم بشه، اون اوی آخر صفت تبدیل میشه به ا. درست شد؟ خب شما انتظار دارین که مثلا اردچ معنای قرمز هست. خب من انتظار دارین که بگن یازیمام اردچ یا بوکو. من یه سیب قرمز دارم، ولی نه، یازیمام اردچ یا بوکو. خب فقط هم توی اینا شامل در واقع جنسکسپول مشکسپول نمیشه، فقط توی این حالت این اوه که می اومد قبل از به عنوان صفت قبل از این فرم به این شکل در اومد. حالا مثلا یه مثال بگم که اشتباه نکنیم. مثلا از امام نو و استانوانی، من یه آپارتمان جدید دارم. ببینید با اینکه این استانوانی هست ولی صفت قبلش به او ختم شده، ربطی به این به این چی ختم شده نداره. مثلا یاز امام نو و فرض کنیم که اوکنو، من یه پنجره یک دونه پنجره جدید مثلا رفتم خریدم، یه پنجره جدید تو خونه دارم. یاز امام نو و اوکنو، یاز امام نو و استانوانیه. اما این به این صفت مربوطه، برای همینم گفتم یازیمام ارده چه یا بوکو. خب اینجا اگه مثلا این باشه اوکنو، مثلا بخوام بگم که من یک دونه مثلا پنجره‌ای دارم که رنگش قرمزه، دیگه میگم چی؟ یاز ایمام ارده چه اوکنو. درست شد؟ چرا شد این؟ به خاطر اینکه دچ قرمز به در واقع چ ختم شده و به دلیل اینکه این اومده به چ اینجا ختم شده، اسم بعدیش حالت بخش خود این در صفتش حالت چی میگیره؟ ا میگیره. فقط توی مفرد خنثی، فقط توی این فرم بچه ها، این شامل فرم های دیگه نیست، خواهشن بهش توجه کنید. بعضی ها میان مثلا توی فرم مؤنث هم مواجه شدن با این او تبدیل میکنن. نه، مثلا اونجا اگه من داشته باشم یه خونه قرمز دارم، یازیمام اردچو هیشو، ربطی نداره. یازیمام اردچو هیشو میذارم، نه اینکه بعد از دچ نمیتونه بیاد، فقط تو این حالت تغییر میکنه. اگر که توی حالتهای دیگه باشه همون باقی میمونه. خیلی خوب، مرسی، خسته نباشید، روی درس‌ها کار کنید، توجه کنید، الان یاد بگیرید که مثلا یک سال دیگه موقع امتحانتون نشینید اینها رو بخواید دوباره یاد بگیرید. الان یاد بگیرید، تمرین کنید، بریم جلو. خسته نباشید، تا جلسه بعد. آدیو سویدیما.